أشهد أن محمدا بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما. در خبرها آمده بود که 29 تا دکتر به خاطر خوردن شراب تقلبی در شیراز مسموم شدن. یکی فوت کرد و یکی دیگه در کماست. لطفا خبر بیارید. مسمومیت 29 پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز، یک پزشک زن فوت و یکی دیگه در کما. رفته بودن با آقای اطراف و شراب خوردند و این بلا سرشون اومد. از این معلوم میشه که داشتن علم تنها کافی نیست، باید یه چیزی باشه که جلوی آدم رو بگیره. یعنی دکتر دیگه باید بدونه. البته شراب تقلبی غیر تقلبی نداره. شراب خودش تقلبه. ثابت شده که حتی یک جرعه هم ضرر داره. منی که الان بالای 67 سال عمرمه، مواظب سلامتی هستم دیگه، و مقالاتی که به سلامتی که میخونم همه نوشته که شراب نخورید. گفتم الحمدلله ما در عمر خود لب به شراب نزدیم و فضل الله بر ما بوده و نه دوستم داریم، هرگز هم آرزو نداشتیم. عرض به حضور شما که ولی این دکتر دیگه، دکتر یعنی هرچی بگندد نمکش میزنند. وای به روزی که بگندد نمک. به هر حال تنها دینی که در دین آسمانی که شراب رو ممنوع کرده اسلام هستش. به دین غیر آسمانی هم نداریم. بعضیا سعی میکنن، بعضی از مسلمان‌ها خصوصا شیعه ما سعی میکنن بگن که آقا در کتب آسمانی هم شراب ممنوع بوده. این که بوده که بوده، ولی الان تو ببین دین تحریف شده یهود و نصارا مثلا از کلمیان فتوا گرفتن که آقا شراب چجوری داستانش. گفته که اگر که مست نکنید، کلمیای تهران مثلا یهودیا جایزه. پاپ که دیگه از این زده به سیم آخر، شراب میگه هدیه آسمانی است و این داستانشونه. اما دین ما تنها دینی است که حرام کرده و هر روزم علم ثابت میکنه که کار ما درسته. شما به در ابتدا چند فیلم ببینید، یعنی دیگه لازم نیست آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است، ولی ببینید فیلم هایی که باعث مستی، ببین چه بلای سر مردم میاره. این داره در خیابون مسته بدون که بفهمه چی کار میکنه، ماشین زدش بردش یا نگاه. این حالت این است. حالا فیلم بعدی لطفاً حاصل فیلم ببینید که شما گفتم هر کس میدونه این آقا مسته، میره تو خیابون و تو خیابون میفته. ببین ماشین هم از روش رد میشه. اینه. و بعدی این بابا دیگه تو هندوها در چی میده؟ صدقه و صدقه چی میده؟ میده معبد شراب دارن. اونجا میرن شراب میخورن، دعا میکنن. یعنی انسان که گمراه شد دیگه کارش به اینجا هم میرسه. این اصلا هندوستانه که با شراب عبادت هم میکنن. دیگه شیطان ولشون نمیکنه دیگه. شیطان که ول میکنه. بله. ممنون توفا. حالا من دو مقاله رو براتون ترجمه کردم و باز یک حدیث پیغمبر آوردم ببینید که معجزه پیغمبر ما رو باز ببینید. این ناباور، این نمیدونم شیطان باور. ببین اینو باز خودت ایمان باید بیاری اگر که عقل در کله تو باشه. این مقاله رو براتون ترجمه کردم. کشف رابطه بین خشونت و خوردن الکل از BBC. بله فکر نکنید سایت دینی نیست. حالا ببینیم که در گوگل براتون ترجمه کردم ببینم چی میگه این آقا. کشف رابطه بین خشونت و نوشیدن الکل. مؤسسه مطالعات الکل، دانشکده مطالعات و روانشناسی کودکان و خردسالان. BBC مسئولیت در مقابل محتوای وبسایت‌های خارجی ندارد. یک نوشیدنی الکلی، نوشیدن الکل در سنین پایین منجر به جنایت می شود. ترجمه گوگل است. یک مطالعه علمی اخیراً به این نتیجه رسیده که جرایم خشن در میان نوجوانان با نوشیدن الکل در سنین پایین مرتبط است. نتایج مطالعه‌ای را که روی گروهی از سارقان نوجوان انجام داد نشان می‌دهد که مردان جوان متهم به قتل در سن 12 سالگی در مقایسه با سایرین در سن 15 سالگی شروع به نوشیدن الکل کردند. یعنی چی؟
یعنی هرچه که بیشتر در سن کوچیکی شروع کنه به شراب خوردن، مغزه قاطی میکنه و خشن میشه، جرم میکنه، دزدی میکنه، قتل میکنه. این مطالعه میگوید کسانی که مرتکب جنایت خشونت آمیز شدند نیز گفتند که میزان مصرف آنها، الکل آنها 2 برابر میزان مصرف جنایاتی است که به اعمال خشونت آمیز مرتبط نمیشه. محققان در کنفرانسی که توسط کالج بهداشت روانی کودکان و نوجوانان برگزار شد گفتند که تصمیم گیرندگان باید رابطه بین خشونت و نوشیدن الکل رو بررسی کنند. آنها افزودند که نوشیدن زیاد الکل در سنین پایین میتونه نشانه ای از رفتار خشونت آمیز بعدی باشه. محققان با 21 جوان متهم به قتل، خوب توجه کنید، 21 جوان متهم به قتل در بریتانیا قبل از 18 سالگی و 21 دزد که جرایم غیر خشونت آمیز در زندان صحبت کردند. از آنها در مورد سن آنها در اولین تجربه نوشیدن الکل و مصرف مواد مخدر پرسیدند. نوشیدن هر هفته مقدار مواد مخدر رو که مصرف می‌کردند رو ثبت کردند. همه متهمان قتل، توجه کنید، همه متهمان قتل علاوه بر 18 ساله گفتند که قبل از زندانی شدن مشروبات الکلی مصرف کردند. اما افرادی که قاتل بودند زودتر شروع کردند به نوشیدن مشروب، یعنی از سن 12 سالگی در مقایسه با 15.5 سالگی گروه سارق. بله. و دیگه ما میانگین هفتگیش نوشته و خلاصه چی؟ نتیجه گرفتن که آقا که الکل اثرات مضری بر مغز در حال رشد دارد. متوجه هستید؟ باز میگه سیاستمداران باید یه فکری بکنن. سیاستمدار خودش بیچاره مشروب میخوره، چجوری فکر کن؟ پس معلوم شد یک تحقیق فقط که آقا مغز در حال رشد الکل جلوش میگیره، بابا خشن میشه، قتل انجام میده، نمیدونم پرخاشگر میشه. و دنبالش چی میگه؟ آندرو مکنیل مدیر مؤسسات الکل به BBC نیوز آنلاین گفت کودکان خردسالی که مرتکب به تخلف میشوند و رفتار خشونت آمیز دارند بیشتر احتمال دارد که الکل بنوشند. یعنی میگه یک رابطه، میگه یک چیز کوچیک بود اما ما این رابطه را کشف کردیم. قبل از تو پیغمبر ما کشف کرده بود که ام الخبائث شراب هست و گفتم از افتخارات دین ماست که در هیچ دین دیگه‌ای حرام نشده. گفتم به شما که مسلمان‌ها سعی می‌کنن ثابت کنن که در ادیان آسمانی حرام بوده و درست هم است، ولی در ادیان آسمانی که امروز هست حرام نیست. اون روز یک عکس من دیدم از پاپ که داره جایزه میده به کسایی که مشروبات الکلی میسازن. بلبشویی است در دنیا. خب حالا یک چیز دیگه است که در اون حدیث اومده، خیلی عجیبه، تازگی کشف شده که آقا بوی الکل هم میتونه شما رو مست کنه و مشکلات برات درست کنه. بوی الکل دیگه چرا نمیخوری که؟ بله، این مقاله که چند تا مقاله در این مورد من دیدم، یکیشو براتون ترجمه کردم، من نکردم، گوگل ترجمه کرد. نگاه کنید، بیارید این مقاله رو. نمیدونم ببینم کدوم سایته. بله، به هر حال یک سایت چی از، حالا دیگه عکساشو نبینیم، برگردیم سایت علمی است دیگه، نوشته هلس. برگردیم بیام ترجمهش ببینیم. خب نگاه کنید. مطالعات جدید میگه که فقط بوی الکل میتونه شما رو ضعیف کنه، مست کنه، منظورش اینه. دفعه بعد که در یک جایی که بوی مشروب الکلی میدهد میخکوب میشوید، ممکن است بخواید بینی خود بگیرید. میگه اگر دلتون خواست برید شراب بخورید، ممکنه بینی خود بگیرید اگر که این مطالعه رو بشنوید. بر اساس تحقیقات جدید چی میگه؟ میگه شما ممکنه تحت تاثیر بوی تمام الکلی باشید که مصرف میکنید، حتی اگر یک قطره هم ننوشید. یعنی بوییدن کافی است که شما را مست کنه. این مطالعه که در مجله سایکوفارمولوژی در ژورنال سایکوفارمولوژی منتشر شد نشان میدهد که صرف استحمام، یعنی بوییدن راحیه الکل ها مهارت‌های شما رو کاهش میده و میتونه باعث بشه که کمی احساس بی‌حالی کنید. تیمی از محققان چیکار کردن آقا؟ اومدن بوی ویسکی رو برای اینکه ببینن که روی مغز تاثیر داره، به یک گروه از شرکت کنندگان در حین آزمایش کامپیوتری ماسک‌های پوشاندند و مشروب یا محلول مرکبات غیر الکلی هم دادند. و همه شرکت کنندگان دستور داده شد که وقتی حرف کارا یا تصویری از بطری آبجو رو روی صفحه چشمک میزنن، دکمه رو فشار بدن. آسانی یا نه؟ آقا میگه چیکار کرده؟ اومده چشمشون رو بسته، بهشون بوی الکل و غیر الکل دو گروه گذاشته. بوی ویسکی رو داد نشون داده و بعضیا بوی ویسکی رو نبوده، بوی مثلا نوشابه عادی بوده. باز به اینا گفته که ببینید من به شما که گفتم مثلا
عکس کا اومد یا مثلا عکس مشروب اومد، شما دکمه اینجا نوشته کا، اون دکمه رو فشار بدید. دیگه کار آسونیه دیگه. اما کسایی که بوی مشروب حس کرده بودن نمیتونستن به راحتی این کارو بکنن. با این حال طبق یافته‌ها افرادی که الکل استشاق میکنند یعنی بو میکنند بیشتر احتمال دارد که در زمان نامناسبی دکمه رو بزنن، یعنی مستن. به عبارت دیگر آنها کنترل ضربه ضعیفی از خود نشان دادن. به نظر یک عارضه جانبی آشنا میآید، یعنی عارضه مستی. یعنی میگه پس مست شدن. دفعه بعد که میگه این در نظر داشته باشید، دفعه بعد که میرید برای اینکه بوی شراب میرید با دختر میخواد شراب بخورید، یادتون باشه که بوش هم میتونه شما رو بست کنه. اما این حدیث صحیح رو ببینید. بیارید این حدیثو. مسند احمد و کتابای دیگه نوشتن، صحیح هم هست. و ان جابر رضی الله عنه، حضرت جابر روایت میکنه خدا از او راضی باشه که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، پیامبر ما که درود الله بر او آلش باد فرمودن. چی فرمودن؟ من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یجلس علی مائدة تدار علیه الخمر. میگه نشینید، اگه ایمان به خدا و روز قیامت دارید، در سفره‌ای که شراب هست نشینید. نمیگه نخورید، نشینید. چرا بوش شما رو مست میکنه. 1400 سال پیش پیغمبر ما اینو میدونست، تازه تحقیقات کشف کرده. شما از این چه نتیجه میگیرید؟ آیا نتیجه میگیرید که پیامبر ما لابراتوار داشته، محقق بوده، یا نتیجه میگیرید که الله ایشون رو فرستاده؟ قضاوت به عهده خودتون میذارم. الله حافظ و نگهدار شما. no God. The big question is أشهد أن